سلام شنوندگان عزیز. در این روزهای زمستانی امید دارم دلهایتان همیشه گرم و لبانتان همیشه خندان باشد. تا به حال حتما برایتان پیش آمده است که صبحی را به سفیدی برف آغاز کنید. برفی که یک باره همه جا را سفید و پاک می کند. همیشه وقتی که برف را به نظر می نشستم به خود می گفتم چگونه می شود برف از آسمان به زمین آید و در زمان اندکی این چنین سفیدی از خود به جا بگذارد. وقتی از مادرم می پرسیدم چگونه این ممکن است؟ مادرم می گفت خداوند قادر به هر چیزی است و این کارها برای او آسان است. در کودکی در یک روزی برفی به مهمانی رفته بودیم. من در مهمانی کفش‌هایم را گم کردم. هوا خیلی سرد بود. گویا باد صورتم را چنگ می‌زد و جایش می‌سوخت. سرما از پاهایم خود را بالا می‌برد. بله آن روز عقل و قلبم یخ زده بود که آن کار را کردم. در حولی کفش‌هایم را نیافتم و مادرم را منتظر گذاشته بودم. ناگهان چشمانم به کفش افتاد و از سوزی سرما به آنها پناه بردم. خود را به مادرم رساندم. خانه رفتیم و برای اینکه مادرم چیزی نفهمد آن کفش‌ها را دور انداختم. اما میدانم وقتی دل و جانم گرم شد تازه فهمیدم خطای بزرگی کردم و دلم برای صاحب آن کفش سوخت. روزی گذشت و بالاخره به مادرم گفتم برف میبارید و من حس کردم چگونه مادرم مانند برف سیاهی دلم را سفید کرد. مادرم گفت دخترکم خدا که با برف همه جا را سفید و پاک می کند کارهای زشت را نیز پاک و سفید می کند. فقط باید پشیمان شد و کاری بد را تکرار نکرد. از آن روز پس هیچگاه به اجازه چیزی را نگرفتم و این از برکت برف و مادرم بود و صد البته لطف خداوند. پاک شویم، پاک مانیم مانند برف.